بیا بیرون، بیا بیرون. بگو گمشه بیا بیرون. این مردی که رفته خودش قایم کرده. بیا بیرون. بد کاری کرده، چک داده، چکشم دست بد کسی افتاده. بیا بیرون. چه خبرتونه؟ آقا شما دوباره پا شدین اومدین در خونه ما؟ بگو این شعار مافورت گمشه بیا بیرون. آقا اولا شوهر من به شما چک نداده، دوما مملکت قانون داره، قانون جلو حساباشو بسته. پولو جور کنیم چک شما رو هم پاس میکنیم. لازم نیست شما این همه بیای هر روز دم خونه ما. اون راه قانونیش که داره طی میشه. به این مرکه اردنگ باید یه جوری آبروش بره. بی خود کرده چک داده. گمشه بیا بیرون. آقا تو رو خدا، آقا جونه باید چک، ما توی محل آبرو داریم. شما مال مردم خورم یه آبرو هم سرتون میشه. آقا شما به من فرصت بدید، خودم پولتون جور میکنم. شوهرم مریضه نمیتونه بره سر کار. 2 ماه، آقا فقط 2 ماه به من فرصت بدید، چکتون خودم پاس میکنم. تو چجوری میخوای پولو جور کنی؟ اصلا تو مطمئنی 5 میلیون تومن میتونی رو 2 ماه جور کنی؟ بعد این چطور کاریه که 25 میلیون تومن ماهی پول بهت میدن؟ اصلا میتونیم یه جور دیگه حساب کنیم. آقا ببخشید. بله. تلفن کارتون داره. گوه میخوری بی هوا میزنی مرد کردم. ادب رو رعایت کنین جلوی خانم محترم. من فقط اومدم بپرسم صداتون چرا انداختین تو سرتون؟ همین. به تو چه که ما صدامو انداختیم تو سرمون؟ تو کلانتری؟ کلانتر نیستم. صبح میرم بنایی و کارگری، عصرا هم تو محل با بچه پروا دعوا میکنم. کارت مردم ندارم با یه گوشی. به تو چه جوری؟ تو خیلی ناراحتی برو واسه سه بچه خودت باش نمیخواد خودشیرین کنی. میکشمه. بذار اونای کشتی دیگه‌شونو بدی. ببین تو این محل فقط یه نفر صداش میره بالا، اونم منم. پول تو میخوای چرا سر مردم داد می‌کنی؟ برو پول تو اونی باید بگیر. برو شما برو تو. شما فهم تو آبجی برو. میخوای الان حالیت کنم بینی دنیا دست کیه؟ صبر کن، الان موقعش نیست. برمیگردیم، بعدی هم داره. اتفاقا من عاشق بعدشم. خدا خیرت بده جوان. اگر نیومده بودی الان این تو این کوچه باز اینا سر صدا میکردن، آبرو ما رو میبردن. من اگر اون تصادف لعنتی رو نکرده بودم 3 ماه زمینگیر نمیشدم که بخوام بده کار اینا بشم و زنم بیا جلو مرد غریب سرخم کنه. دنبال وامم، ایشالله جور میشه پولشونو میدم. تو هم خیلی مردی کردی جوان، دمت کرد. جلو بنده خدا سرخم کنی که طوری نیست، سرت پیش خدا بالا باشه. گرچه زن شما هم مثل آبجی خودم، من که نذاشتم جلو مرد غریب سرخم. تو فعلا بیکاری، نمیتونی بری سر کار. من سر کارم، یه خورده پسندازم دارم. ناسلامتی بچه محلیم، همسایه ایم. اگه دیگه واقعا پا پیچه شدن و نتونستی جور کنی، میتونی رو من حساب کنی. خدا خیرت بده مرد، خدا خیرت بده. خداحافظ آبجی، خداحافظ رفیق. عمو سلام، شما مال همین محله ای؟ سلام، بله بفرمایید. عمو من دنبال خونه علی میرزایی. طبق آدرسی به من دادن باید یه خونه کناری شما باشه. شما همسایه شونی؟ همسایه شون بودیم. شما؟ هم خدمتیشم، با هم رفیق بودیم.
آدرسی به من دادن میشه همین خونه کناری شما. از این خونه و از این محله رفتم. از این محله رفتم؟ خیلی وقته؟ 1 سال میشه رفتم. چی کارش داشتی حالا؟ هیچی، کارش داشتم. او هم خدمتیم بود دیگه، گفتم که هفته آخر خدمتش بود. من می‌خواستم برم مرخصی داخل شهر. اومد پول داد به من، گفت رفیق تو سلیقت خوبه، میری تو شهر یه چادر برای مادر من بخر، برمیگردم خونه سوغاتی ببرم براش. من چند روزی غیبت کردم و بعد چند روز برگشتم پادگان. دیگه بچه‌ها گفتن ترخیص شده رفته. گفتم بالاخره یه جوری اینو برسونم دستش. یادم اومد یه آدرسی تو دفتر خاطراتم گذاشته. دیگه از من مواظب شدم که الان هم سری بهش بزنم، همین چادر برسونم دست. کلا رفتن از این محل. آدرس جدیدشو میدونی؟ اگه میدونی آدرس جدیدشو به من بده یا خودت منو ببر در خونه‌شون. من خونه‌شونو بلد نیستم مرد. برو به سلامت. بابا من ازش طلبکار که نیستم، ازش چک که ندارم. اینم چادر، میخوام رفیقمو ببینم. اگه میتونی منو ببر در خونه‌شون. باش، بشین ترک موتور من تا ببرم در خونه رفیقت. بریم. خیلی راحت تا اونجا. چرا منو آوردی اینجا به زهرا؟ اگه نمیخواستی بری خونه رفیقت، اونم خونه رفیقت. الان 1 سال میشه از تو محله جابجا شدن اومدن اینجا. تو محله مساجر بودن ولی اینجا خونه دائمشونه. بیا مگه دلت برای رفیقت تنگ نشده؟ داداشی رفتم مرخصی، غیبت کردم، دیر اومدم پادگان. رفته بودی، من بدقولی نکردم ها. امانتی مادرتو خواستی بهش سوغاتی بدی، گرفتی. منو میرسونی در خونه پیش مادرش، امانتیشو بدم. بده به من، خیالت راحت. امانتی تو امروز میرسونم به مادر رفیقت. چرا چادر رو انداختی اینجا؟ هم یه سری به رفیقت زدی، هم امانتی مادرشو بهش رسوندی. پارسال تو دیما پنجشنبه شبی بود با مادرش دوتایی رفتن بم عروسی. صبح جمعه لعنتی 5 دیما زلزله شد، بم زیر و رو شد، همه جا با خاک یکسان شد. رفیقت و مادرش قسمتشون این بود که برن زیر آبا. الان هم که اینجا خوابیدن. قسمتشون این بود. ولی دمت گرم رفیق، بین خودتو به رفیقت ادا کرد. با رفیق تنهک میذارم. بازم عشق چشاش ریخ روی گونش، داره میبینه که خراب خونش. تن پاک عزیزش زیر آوار، میگن اون رفته و نمیشه بیدار. همه دل خوشیاشو قصه سوزونده، واسه جا دیگه هیچکی نمونده. میگه خدا